علیکم. خاندایی ما چند وقت پیش گفت حسن بدون یه مدرک دکترا و پی اچ دی دم آخر پیدات نشه. مگه تو چیت از شیخ فری کمتره؟ اینو گفت و یه جفتکم زمینه ما رو پرت کرد تو همون جایی که شیخ فری از پیشتر اومده بود. خاندایی گفت حسن انتخاب رشته با خودت. ما هم شروع کردیم از این حجره به اون حجره تا بالاخره یه جایی گیر بیاریم. هر جا بخوان جا بگیرن اونایی که این کلاس آخر رو خوب گذروندن، خوب تمرین کردن، خوبم نمره گرفتن. گفتیم با بیخیل این کلاس، این یارو حال نره یونجه دم جوبو بکنه، چه برسه که واسه ما استادی کنه. رفتیم حجره بعدی که حجره علوم غذایی بود. اگر از این غذا و از این نوشیدنی ها و از این غذاهایی که مادهش هم خاکه، میدونه دیگه اینا اصلش خاکه، لذا بعد خاکی ما رو قوی میکنه. هرچی غذای دنیا بخوریم بعد خاکی ما قوی میشه. مگه کنار این غذای خاکی یه غذای مائده آسمانی هم میل کنیم. چیست اون غذای مائده آسمانی؟ براتون بگم جیگرتون حال بیاد. گفتیم نداشت جای ما اینجا نیست، سر و ته کردیم بزنیم بیرون، یهو صدای یارو بلند شد. بر اشوه خرکی لعنت. شیطونه میگه یه جفتک برم واسه فیسشان. حجره بعدی زاهیه بازاری بود که بیا و ببین، مدل FUS فوفول یونایتد سوسول 6 اسبه. اگه آدم عاشقه باید بدونه کجا عاشقه، چجوری باید عاشقی کنه، کجا باید دل بده، کجا باید دل بکنه. بر شیطون لعنت کردیم و 4 نعل از این یکی هم زدیم بیرون. فلک هشتم فلک ستارگانه، فلک نهم اطلس است، نه ستاره دارد نه چیز دیگر، عالم تمام شد. اوه پیدا شد، طرف بطلمیوس رو تو جیب ساعتیش داره. هرچند که شاگرداش قرودبه بودن، ولی گفتیم بریم همینجا یه دکترا از این شیخ آسترونوم بزنیم زیر پالون و جلو خاندایی یه یورتمه‌ای بریم. کره اول کره زمین، کره دوم کره آب، سوم کره هوا، چهارم کره نار، بعدا 9 فلک داریم. این فلک ها بلورینن، ستاره ها حتی قمر حتی شمس در میان این فلک های بلورین میخکوبه، حرکت نداره. حرکت مال فلکه. بابا عاشق ترکوندی تلسکوپ هابلو. تو که اینقدر کواکب تو پرشالتن میتونی یه رصدی هم از اوضاع قمر در اقرب نظام و بیت عظما بکنی؟ مثلا این ناز و ادای شیخ فری تو آسمون عظما به چه معناییه؟ اختلال نظام یه معنا. معنی دوم نه، خبر از اختلال نظام نمیدهد، مسئله دیگری است. اون کدامه؟ حتما جر خوردن عبای عظماست دیگه، چون این روزا سیدلی یه پیزوری زیر پالونش هست که هی با انتری میره یونجه خوری. حتما یه چیزی میخواد بگه. میخواد اینه بگه برای حفظ نظام نباید خورشید در کنار ماه باشد و نباید روز، عرض کنم خدمتتون که شب در کنار روز باشد، نظام به هم میخوره. این معناست و من همه رو نوشتم. بابا خیلی واردی ها. خاندایی ما هم میگه 2 تا یابوی چموشو نمیشه توی آخر بس. الانم که عظما انترشو کرد تو آغل تشخیص، حتما رعد و برق میشه و جفتک سیتی. خب حالا عظما و سیدلی چه وضعیتی دارن؟ هر دو حرکت وضعی دارن. وضعی؟ عظما؟ شیخ فری؟ ما که نفهمیدیم. آقا کچولو حرکت وضعی چیه؟ حرکت شی به دور خودش. بگو حرکت شی به دور خودش. حرکت عظما به دور خودش یعنی اوضاع خیلی بیریخته. بیریختر از این حرف هاست حاج آقا. دمدمای ریق رحمته. از این تحلیف و عدل و نصف ها میشه 3-4 تا معنی در آورد که داریم بی عظما میشیم. لعنت بر بخیل، هم معنی اول هم معنی دوم هم سوم و هم چهارم. هر کسی ظرف خودش را از این دریا پر کند برود کنار.
پس انتر و آمشتبا که کف خزینه و خزانه دولت رو لیستیدن، در واقع داشتن ظرف خودشون رو پر میکردن ها. ولی ها شیخ اونا کنار نمیرن، میدونی چی میشن؟ فکر بد نکن، بذار مخت آک اومده آک بره، اینجوری میشن.